تا حالا شده یه آرزو برات برآورده بشه ولی بعد از مدتی حس کنی هیچی عوض نشده؟ فکر میکنی اگه پولدار بشی یا عشق زندگیت رو پیدا کنی برای همیشه خوشحال میمونی؟ اشتباه میکنی. مغزت نمیذاره. زندگی ما مثل یه تردمیله. هرچی بیشتر میدویم بیشتر سر جامون میمونیم. به نام خدا. سلام دوستان. گردونه لذت یا تردمیل لذت اشاره داره به این واقعیت روانشناختی که انسان‌ها خیلی سریع به تغییرات مثبت یا منفی در زندگیشون عادت میکنن. یعنی وقتی اتفاق خوبی میفته، مثلا پولدار میشی، ازدواج میکنی، خونه میخری یا شهرت به دست میاری، حس شادی یا هیجان اولیه فقط برای مدتی کوتاه دوام داره. بعد از مدتی دوباره سطح شادی به همون نقطه قبلی برمیگرده. به همین شکل وقتی اتفاق بدی میفته، مثل شکست مالی، از دست دادن کسی یا طلاق، ناراحتی و درد عاطفی هم بعد از مدتی کم میشه و دوباره برمیگردی به همون سطح همیشگی از رضایت درونی. حالا چرا بهش میگن گردونه یا تردمیل؟ چون مثل دویدن روی تردمیله. هر چقدر تلاش کنی یا جلو بری، در واقع سر جای خودت میمونی. در زندگی هم هر چقدر دنبال لذت ها و خوشی های مادی بدوی، در نهایت دوباره به همون نقطه روانی برمیگردی. مثلا وقتی یه ماشین جدید میخری، اولش خیلی خوشحالی. بعد از چند هفته یا چند ماه اون حس خاص از بین میره. وقتی حقوق زیاد میشه چند ماهی حس خوبی داری، اما بعد از مدتی عادی میشه. برعکس وقتی شکست میخوری یا ضرر میکنی، در ابتدا ناراحتی، ولی بعد از مدتی با شرایط جدید سازگار میشی. دوبله میگه اگه این حقیقت رو بفهمیم، به جای تعقیب بی پایان لذت‌ها و موفقیت‌های بیرونی، باید روی درون خودمون کار کنیم. چون افزایش موقتی ثروت یا موفقیت شادی پایدار نمیاره. شادی واقعی از معنا، آرامش ذهن، روابط انسانی و رشد درونی میاد. برای رهایی از این گردونه لذت چی کار باید کنیم؟ قدردانی روزانه. هر روز چند تا چیز کوچیک رو یادداشت کن که بابتشون شاکری. این کار حس رضایتت رو ثابت میکنه. توجه به فرایند، نه فقط نتیجه. از مسیر لذت ببر، نه فقط از رسیدن به هدف. پرهیز از مقایسه با دیگران، چون مقایسه باعث میشه همیشه احساس کمبود کنی. تغییر منظم تجربیات، تنوع در فعالیت‌ها میتونه حس تازگی رو برگردونه. روانشناسان این پدیده رو انطباق لذت گرایانه مینامن. یعنی مغز ما طوری طراحی شده که به هر شرایط عادت میکنه، چه خوب یا بد. به همین دلیل بعد از هر موفقیتی سطح هیجان اولیه کم میشه و به نقطه پایه شادی برمیگردیم. این نقطه پایه برای هر کس فرق داره. بعضیا ذاتاً شادترن، بعضیها جدی یا غمگین تر، اما تقریبا همه بعد از مدتی به حالت احساسی معمول خودشون برمیگردن. شادی واقعی توی چیزایی نیست که به دست میاری، توی چیزیه که درونت میسازی. قدردانی، معنا، آرامش، رشد. اون وقتی که از گردونه لذت پیاده میشی. آخرین بار کی حس کردی چیزی که خیلی دنبالش بودی وقتی بهش رسیدی دیگه اونقدر هم جذاب نبود؟ برای من داخل کامنت ها بنویس. اگه از این ویدیو خوشت اومد، کانال صدای درون رو سابسکرایب کن و منتظر ویدیوهای بعدی باش.